The paradise you've always dreamed of has a special friend for whom the moment to grow up is there, and so she has to leave. For the challenge is hard, but the warm is her heart. Get rid of all your fears. The rewards on the way if you keep having faith. You're gonna learn to fight with an angel and an high-speed flight. She's gonna read your mind, protect you from the devil's fire. Even if you feel safe, don't you know that there's a danger hiding? You can just make it through with love and an angel's flight. این داستان پرواز کردن با باد. هیچ وقت دلم نمیخواد این روز بیاد، ولی انگار که چاره ارائه شده توسط وبسایت اسکایتون. عزیزم بلند شو، امروز روزیه که نباید دیر کنی. تا یه دقیقه دیگه پا میشم مامان. هنوز آماده نیستم. چرا نمیتونم تو تختم بمونم؟ فکر کنم دلم درد میکنه. حق با توی کاکس، بهونه گیری بسه. فهمیدم، پا میشم. دلم واسه همه تنگ میشه، ولی بیشتر از همه واسه تو. میدونی من 15 سالمه. فکر کنم این یعنی باید برم. خدافظ مامان. نگران نباش، میتونم از خودم مراقبت کنم. میتونی روم حساب کنی، حتی با اینکه نمیدونم دور از خونه چی در انتظارمه. دلم واسه اینجا خیلی تنگ میشه. برگرد اینجا کاکس، باید با احترام کامل قانون رو رعایت کنیم. دیدیشون کاکس؟ یه روز منم همون جوری میشم مثل اونا. فقط خواهی مراحل رد کنی. لوری تو اینجا چی کار میکنی؟ مگه نباید هم دیگر تو دروازه بزرگ ببینی؟ خب آره، ولی فکر کردم اگه با هم بریم بهتر. میفهمم چی میگی. لطفاً تو صف وایس. تو نفر بعدی هستی. اون طرف میبینمت. سفر خوبی داشته باشی. حاضری را؟ امیدوارم که باشم. این اولین تجربت درسته؟ و اولین بار یکی از خونه دور. بله درسته. و این نیزه ها ازت محافظت میکنه. حالا برو و یک ذره هم ناراحت نباش. صورتشو ببین. تا وقتی تغییر شکلت کامل نشه تو نامرئی هستی. بابت اطلاعاتی که دادی ممنونم. من رافم. تو کی هستی؟ اسم من فیلیپه. مطمئناً باید راجع به من شنیده باشی. خب الان منو شناختی. من واسه کارم لازم نیست تو رو بشناسم. دلخور شدی؟ فقط دارم سعی میکنم کمکت کنم. حاضرم شرط ببندم هیچی راجع به ویتو نمیدونی. حالا بهتره سریعتر بریم مدرسه، خیلی دیرت شده. حالا باید کجا برم؟ میدونی تو اصلا کمکم نمی کنی کاکس. اونهاش کلاسمون.
صبح بخیر. اسم من رافه. اومدم تا مراحل نگهبانا رو رد کنم. یکم گم شدم. ببخشید دیر کردم. عیب نداره ولی سعی کن دیگه دیر نکنی باشه. ما اینجا از انسان ها به نحوی جدی محافظت میکنیم. فقط یک اشتباه از سمت تو کافیه که دشمنت به پیروزی برسه. همراهانت در بخش دشمن کارشون رو شروع کردن. به خاطر همین مجبورم فقط یک توضیح کوتاه و مختصر بهت بدم. انسانی که تو نگهبانش میشی یک پسر 14 ساله به نام اندروه. هر روز، هر ساعت، حتی هر دقیقه انسان ها بین خوب و بد درگیرن. اندرو میشه از خواهرت مواظبت کنی؟ باید اندرو رو در انتخاباش راهنمایی کنی ولی هیچ وقت خودتو جایگزین اختیاراتش نکن. اختیار حقیه که همه انسان ها دارن. یعنی نمیتونی براش انتخاب کنی حتی اگه مجبور باشی این کار رو انجام بدی. نمیتونی مجبورش کنی راه درست رو بره حتی اگه مجبور بشی دخالت کنی. فقط میتونی به طریق زمینی انجامش بدی. تغییر شکلتو فعال میکنی و با اصطلاحی که به زودی یاد میگیری کاملش خواهی کرد. سوالی داری؟ بله ویتو چیه؟ اونا با یک کد تنظیم شده یاد میگیری. تو انتخاب شدی تا نگهبان انسان ها باشی در حالی که مخالفانمون بو میکشند و اونها را به راه غلط و اشتباه هل میدن. ما باید ویتو رو رعایت کنیم. ویتو یعنی در معرض بودن، در تماس بودن و مانع شدن. هر کاری که میکنی نمیتونی این قانون رو زیر پا بذاری. این یادت باشه. ما باید با نگهبانای بد مبارزه کنیم ولی نمیتونیم مانعشون بشیم. ساده است. اگر ما و دشمنانمون همزمان با هم بجنگیم فقط آدما رو گیج خواهیم کرد. آدما باید آزاد باشن تا انتخابشون رو انجام بدن. به خاطر همینم وقتی ما در حال کار کردنیم دشمنانمون نمیتونن دخالت کنن و برعکس. ما باید هر دو نوبت رو رعایت کنیم حتی در دنیای ما. چطوری تصمیم میگیریم که اول شروع کنه؟ اسکای تون. این در اتاق مبارزه مشخص میشه. تو هنوز نمیفهم. انسان ها نمیتونن ما رو ببینن، نمیتونن به ما آسیبی بزنن مگر اینکه خودمون رو تغییر بدیم. آره اینو میدونم. تو همون نگهبان بدی هستی که مسئول اندرویی؟ گل گفتی نگهبان کوچولو. اسم من رافه و نگهبان تو نیستم. سعی کن تو گوشت فرو کنی. خیلی زود عصبی میشی. بذار ببینم کی اولین حرکت رو انجام میده. اسلحه‌تو انتخاب کن راف. بذار ببینم تو از آتیش شعله‌ای. پس به یه حموم حسابی احتیاج داری. خط لوله آبی هوایی این منصفانه نیست. اتاق مبارزه میتونه هر چی باشه. یادته برنده اونی که اول دستش به اون برسه باید به اندازه کافی ساده باشه. بذار ببینم میتونی به من برسی با بالهای سرعتی. آره مثل که فکر میکنی خیلی سریع. الان بهت حالی میکنم. یه ذره دود واسه بد بودن کافی نیست. واقعا قویه. باید از یه استراتژی قوی تر استفاده کنم. کمان! فیلیپ سب کن دارم بیام. دستمو بگیر. تو باختی. این یعنی من اول میرم سراغ اون آدم. ولی من سعی کردم بهت کمک کنم ولی طبق تو معجزه نداریم به هم کمک کنیم. ای بابا من دارم بازی میکنم. یعنی کیه؟ خیلی خواب اومدم. یعنی کی مزاحمم شده؟ ها؟ یه بسته واسه اندرو دارم. تویی؟ ولی من چیزی سفارش ندادم. ولی از پیش پرداخت شده. پولی نمونده. پس برش میگردونم. خیلی خوب. یه بازی جدید بود. صبر کن. داری از کدوم بازی حرف میزنی؟ واسه دستگاه بازی دیگه. واقعا خوشحال میشم بازی رو ببینم. پس چرا امتحانش نمی کنی؟ شنیدم بازی خیلی عالیه. نه نمیتونی الان این کارو بکنی. باید مراقب خواهرت باشی. هم تو ممنون. کارت خوب بود فیلیپ. حالا کی از بچه مواظبت میکنه؟ تو نگهبان کوچولو. تو داری با کی حرف میزنی؟ مهم نیست. بیا بازی کنیم. حالا من و تویم کوچولو. صبر کن. کجا داری میری؟
بچه کوچولو نباید این کارو بکنی. اون تو رو میزه، شاید به آسیب بزنه. او نه وای، میدونم باید یه کاری بکنم ولی چی کار؟ فکری داری؟ کار تغییر شکل و فعال کن برای راهنمایی و محافظت. مامان برگشت. سلام ماما. سلام پسرم، اوضاع چطور پیش میره؟ خیلی خوبه. خیلی بده. تو نمیتونی خودتو جایگزین انسان ها ولی کنی. خواهر کوچولوی اندرو در معرض خطر بود. این مسئولیت اون پسر بود. تو باید کاری میکردی که واضح‌تر متوجه بشی. چجوری؟ فیلیپ سر رام بود، نمیذاشت نوبت من بشه. کافیه. فیلیپ کاریو کرد که دشمن ها انجام میدن و مبارزه رو برد. به خاطر خود اندرو امیدوارم این آخرین باری باشه که چنین اتفاقی میفته. الان کارت اینجا تموم شده. برو به اتاق خواب و دربارش فکر کن. بالاخره برگشتی. از اینکه دوباره میبینمت خیلی خوشحالم. خیلی چیزا رو باید بهت بگم. همه چیز خوب پیش رفت. نه، روز خیلی سختی بود. صحنه رو نگه دار همین الان. حالا بزرگش کن. کارت خوب بود. آفرین. خیلی ممنونم خانم. جهت دانلود قسمت‌های دیگر به وبسایت اسکایتون مراجعه فرمایید. The paradise you've always dreamed of has a special friend for whom the moment to grow up is there, and so she has to live.